تا حالا شده یه فیلمی ببینی بعدش حس کنی میخوای یه جور دیگه زندگی کنی، نه فقط سرگرمی، یه فیلمی که انگار یه تلنگره. امروز قراره 10 تا از اون فیلم ها رو بهت معرفی کنم، فیلمایی که واقعا میتونن حالت رو بهتر کنن، فکرتو باز کنن، حتی مسیر زندگی تو تغییر بدن. این فیلم ها رو نه تنها خودت باید ببینی، بلکه با خانواده، با بچه‌هات هم باید بشینی ببینی، چون بعضی چیزا رو هیچ معلم و مدرسه‌ای یاد نمیده، ولی یه فیلم خوب میتونه یه عمر تو ذهنت بمونه. فیلم اول The Founder، بنیانگذار، محصول 2016 هستش. دومین فیلم گیفتد، نابغه، محصول 2017 هستش. سومین فیلم هیدن فیگرز، ارقام پنهان، محصول 2016 هستش. چهارمین فیلم د تئوری، نظریه همه چیز، محصول 2014. اگه تا اینجای ویدیو خوشت اومده حتما سابسکرایب کن، چون اینجا قراره کلی محتوای انگیزشی و رشد شخصی ببینی که شاید یه روز زندگی تو نجات. پنجمین فیلم د اینتاشبلز، دست نیافتنی ها، محصول 2011. ششمین فیلم گرین بوک، کتاب سبز، محصول 2018. هفتمین فیلم جوی، محصول 2015. هشتمین فیلم د کینگز اسپیچ، سخنرانی پادشاه. نهمین فیلم د سوشال دیلما، معضل اجتماعی، محصول 2020 هستش. دهمین فیلم د سیکرت، محصول 2006 هستش. اگه از این ویدیو خوشت اومد همین الان سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. چه فیلم دیگه ای رو پیشنهاد میدی برای قسمت دوم؟ مرسی که تا اینجا همراه من بودی. یادت نره گاهی یه فیلم میتونه یه زندگی رو نجات بده.